به حلکاری زیر خط دقت کنید. ما از حلکاری بداهه به راحتی میتونیم برای تزیین و پر کردن زیر خوشنویسی ها استفاده کنیم. قبل از انجام هر کاری بایستی ابزار مناسب اون کار رو فراهم کنیم. مثلا دیگه میدونید ابزار نگارگری با تصحیح و حلکاری با هم کمی متفاوت هستن. نوع حالا موها و اندازه موهای قلممو خیلی مهمن توی این کار برای اجرای اون کاری که میخواین انجام بدیم. مثلا ما برای حلکاری نیاز داریم به قلمموهایی که حالت گندمی داشته باشن. گندمی که میگم یعنی اینکه این قسمت موهای بیشتری داشته باشه و نوک تیز داشته باشه. همه قلمموها البته باید دقت کنید که نوک کاملا تیز داشته باشن، ولی این حالت گندمی رو حتما بهش دقت کنید. ما برای تصحیح مثلا برای قلمگیری از قلمموهای استفاده میکنیم که نوک‌تیز هستن و این قسمت هم موهای کمتری داره. ولی چرا باید برای حلکاری ما همچین قلممویی داشته باشیم که این قسمت موهای بیشتری داشته باشه؟ برای اینکه وقتی شما میخواین قلم رو روی کاغذ بخوابونین، این قسمت به شما پهنای مناسب رو برای رسم برگ داشته باشه، یا اینکه اگه قراره یه خطی رو با تندی و کندی رسم بکنید، اون پهنای لازم رو به کارتون بده، در حالی که اون قلموی قلمگیری تصحیح این کار رو برای شما انجام نمیده. پس اول حتما به قلموتون دقت کنید که چه قلمویی تهیه میکنید و اینکه با سایزهای مختلف کار کنید. یعنی ما نیاز داریم به قلمموهایی که موهای بلند داره برای زمانی که شما برگ‌های بلندتر میخواین بکشین و پهن‌تر، و قلمموهایی که ریزتر هستن برای قسمت‌هایی که قرار ظریف کار بشه. یعنی شما با یه قلممو براتون دشوار هست که بخواید همه سایزها و تعداد برگ‌های مختلف رو رسم بکنید. برای حلکاری بداهه پایه اصلی، اون چیزی که شما باید آموزش ببینید و یاد بگیرید، رسم برگ ها هستن. شما اگه برگ ها رو یاد بگیرید انگار کل کار رو یاد گرفتید دیگه، چون تمام گل ها رو شما با همین برگ ها رسم میکنید. حالا نهایتا برگ های کوچیک بزرگ یا انواع برگ های خطایی رو شما میتونید با همین برگ ها رسم بکنید. برگ ها در این نوع حلکاری به صورت تو پر و یا تو خالی رسم میشن. شما به مقدار لازم از میتونید مرکب، گواش یا آبرنگ استفاده کنید. رنگ رو بردارید و بعد روی کار اونو اجرا کنید. حالا گواش رو ولی دقت کنید که به صورت روحی ازش استفاده کنید، مثل حالت آبرنگی باشه. قلممو رو تا جایی که میتونید به صورت عمود روی کار قرار بدین و بعد توی یه نیم دایره به این صورت برگ رو رسم کنید. یعنی من از اینجا که اینو شروع میکنم به صورت یه خط ظریف هست، به این قسمت که میرسم کم کم قلممو رو میخوابونم و بعد قلم رو بر میدارم. یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. ببینید روی یه خط منحنی قلمم رو میذارم، به اینجا که میرسم کم کم قلم رو میخوابونم تا
انتها. این قسمت باید پهن‌تر باشه تا اینجا. این مرحله اول. مرحله دوم که شکل برگتون رو کامل میکنه، ببینید من از اولش نمیام اینو شروع کنم، یه مقداری میام بالاتر، قلمو رو میذارم و بعد زیر برگ رو رسم میکنم، میارم به این انتها. اینجا کاملا گرد هست و خیلی کوچولو با سر قلم یک دنباله برای برگم میذارم. شما با فاصله خیلی خیلی کم که اینجا ایجاد میکنید میتونید یه برگ تو خالی یا اگر که کامل اینو پر کنین برگ تو پر رسم کرده باشین. خب من اینجا براتون یه برگ تو خالی رسم میکنم. هرچی این شیار کمتر باشه برگ شما خوش فرم تر هست، قشنگ تره. و یه برگ تو پر، ببینید کاملا باید قلم رو بخوابونید. سعی کنید در مسیرهای مختلف کار کنید، یعنی جهت معکوسش رو هم همزمان تمرین کنید. خب یعنی یه بار به این شکل جهت معکوس. میتونید داخلش از برگ‌های کوچولو برای تزیین بیشتر استفاده کنید. اولین تمرین به این صورته که شما یه جدول به این صورت، حالا میتونید با ضخامت مختلف باشه، از 3 میلیمتر یا 4 میلیمتر استفاده بکشید تا یه جدولی رو به این شکل پر کنید. این کار به شما، این تمرین در واقع به شما یاد میده که بهتون کمک میکنه که بتونید کمان‌های هم‌اندازه رسم کنید، برگ‌ها داخل کمان‌های هم‌اندازه بکشید. و این که در جدول‌ها به جای گره گاهی اوقات ما از فرم‌های حلکاری استفاده میکنیم. حالا شما میتونید برگ‌ها رو به این صورت ساده رسم کنید، یا اینکه بیاید داخل اینها از برگ‌های کوچیک و یا این حرکتی که به این صورت به صورت تزیینی هست استفاده کنید و این طرحتون رو یه مقدار پرکارتر بکشید. خب میخوایم یه خورده تمرینمون رو با این برگ‌ها بیشتر کنیم. میتونید تو همین فاصله جدول داخلش رو به اندازه حالا از 8 میلیمتر، 1 سانتی متر یا 1.5 سانتی متر فاصله هایی رو با مداد خیلی خیلی کم رنگ به صورت نقطه مشخص کنید تا بتونید ساقه های یک اندازه با یک فاصله بکشید. بله گفتم ساقه، میخوایم برگ هایی رو روی ساقه رسم کنیم، ولی اول با یه قلمویی که خیلی نوکش تیز باشه ساقه های خیلی ظریفی به این شکل که میدونید توی تصحیح ما به این فرم میگیم فتیله‌ای و اگر تعداد این ساقه ها بیشتر باشه بهش میگیم 3 استین. اینها رو به این صورت رسم کنید و بعد متناسب با حرکت خود، یعنی مسیر خود ساقه برگ رو بکشید. ببینید
یعنی شما فقط با ساقه و برگ میتونید یه کار خیلی ظریف و زیبا بکشین، یا به همین صورت ساده باشه، یا اینکه میتونید تعداد برگ ها رو بیشتر کنید و مثل تمرین قبلی داخلشون از تزیینات و برگ های دیگه هم استفاده کنید. معمولا وقتی که دیگه شما میخواین از برگ های خیلی کوچیک استفاده کنین، از برگ های توپر استفاده میکنیم. خب من تا اینجا رو با این تزیین قرار دادم، از اینجا میام یه مقدار تزیینش رو متفاوت میکنم فقط برای صرفه جویی زمانمون. شما توی هر جدول فقط از یه نقش استفاده کنید تا اینکه دستتون گرمتر بشه. این فاصله برگ‌ها و این تزیین‌ها هرچی کمتر باشن قطعاً خیلی بهتر و زیباتر بشه. میتونیم روی این ساقه ها از قلها استفاده کنیم یا همین گره ها، ولی نقطه ها باید بسیار بسیار ریز و ظریف باشن. خب درس بعدی درس گل‌های گرد هست که شکل‌های مختلفی داره، ولی ساده ترین گل گردمون اینه که شما با دایره های کوچیک میتونید یه گل 5 پر زیبا رسم کنید. برای این کار چون قرار دایره رسم بکنین، از قلمویی که یه مقداری سرش گرد شده باشه، یعنی قبلا یه خود باش کار کرده باشین استفاده کنید. اینطوری میتونید دایره هایی که کاملا گرد هستن رسم کنید. حالا یا میتونید به این شکل بکشید، یا میتونید گلبرگ ها رو به صورت اشک رسم کنید به دایره مرکز. خب این یه مقداری گل گردتون ظریفتر رسم میشه. میتونید بعد از اینکه این دایره رو رسم کردید، دور دایره رو یه دونه خط بسیار ظریف بکشید و بعد گلبرگ ها رو بهش متصل کنید. ببینید توی این نوع حلکاری، حالا خب یه سری درس ها که گفته میشه، ولی یه مقدار زیادش خلاقیت خودتونم هست. خب میتونید پس اینو به این صورت هم رسم کنید. خب من میتونم باز یه کار دیگه بکنم، اینکه وقتی این دایره رو با خط خیلی نازک دورش کشیدم، گلبرگ ها رو خب با فاصله به این خطی که محیط این دایره رسم شده بکشم و بعد از قلموی ظریفم استفاده میکنم و دور گلبرگ ها رو هم از همین خط ظریف میکشم. این خط باید نزدیک به دایره یا هم گلبرگ ها باشه، ولی به گلبرگ ها نچسبه. خیلی دقت کنید که اینو خیلی ترتمیز و مرتب بکشیم. خب میخوایم ترکیب گل گرد و ساقه و برگ رو براتون رسم کنیم. بعد از اینکه ما این فاصله ها رو روی این فضا مشخص کردیم، میایم روی هر کدوم از این نقطه ها یک گل گرد رسم کنیم.
دقت کنید توی حلکاری بهتره مرحله به مرحله پیش برین. یعنی بعد از اینکه حالا جدولتون رو کشیدین یا اون حاشیه تقسیم بندی کلش انجام بشه و بعد اینکه همه گل‌های گرد رو تو کل حاشیه‌تون رسم کنید، بعد برید مرحله بعد. اون مرحله دوم تموم شد، باز برید مرحله سوم. اینطوری نباشه که همزمان بخواید همه کارها رو با هم دیگه انجام بدین. به این روش که گفتم برای اینی که شما وقتی یه بار میاد گل‌ها رو رسم کنید، همه گل‌ها خود به خود دیگه هم اندازه میشن، یعنی شبیه همدیگه میشن. و اینکه حالا این طرح حاشیه‌ای مقدار خلوته. شما اگه بخواید بعد کارهای پرتر و بزرگتر و پیچیده تری رو انجام بدین، اگه مرحله به مرحله این کار انجام نشه قطعا جهت‌ها و گل‌ها رو حالا به هم متصل کردم، فاصله بین گل‌ها رو میام از برگ‌ها پر میکنم به این صورت. اگه بخواید یه طرح شلوغ‌تر و پرتری داشته باشید، در جهت معکوس این هم میتونید این ساقه ها رو رسم کنید. و بعد برگ ها رو، حالا برگ ها رو شما میتونید هم تو این مسیر هم میتونید تو مسیر معکوس این برگ دیگر رو بکشید یا اون تزیین دیگر رو رسم کنید. من از تزیین دیگه استفاده میکنم که این فضا رو خیلی شلوغ نکرده باشم. البته خب این بستگی به کار شما داره که بخواید چقدر اینو پرکارتر و شلوغتر رسم کنید. حالا برای اینکه این حالت مثل شکلات شده به این صورت نباشه، من میتونم بیام این قسمت ها رو با برگ های کوچیک به سمت دیگه رسم کنم که اینو از این فضای نگاه بیزی های متناوب در بیاره. یا اینکه باز برای این قسمت میتونم از قل‌ها استفاده کنم. قل‌ها رو هم شما میتونید با یه قلمویی که نوک گرد داشته باشه رسم کنید که هم سر قلمتون دیرتر خراب بشه و هم که بتونید دایره های هم اندازه رسم کنید.